ابزار کاندیشنال فرمتینگ رو که همه میشناسن، ولی این نکته طلایی رو کمتر کسی میدونه. ما میخوایم ابزار کاندیشنال فرمتینگ به شکلی عمل بکنه که به تعداد ردیف هایی که خروجی تابمون داره براش بوردر ایجاد بکنه. توی آموزش قبلی ما با تابع فیلتر کار کردیم و این خروجی رو گرفتیم. اگر آموزش قبلی رو ندیدین حتما برین اون رو ببینید. حالا میخوایم به تعداد رکوردی که هستش بوردر ایجاد بکنه. من توی مرحله اول محدوده رو به میزانی که فکر میکنم قرار خروجی داشته باشه سلکت میکنم. بعد میام توی قسمت کاندیشنال فرمتینگ، گزینه نیو رول رو میزنم و اینجا گزینه یوز فرمولا رو میزنم که فرمول نویسی انجام بدیم. علامت مساوی رو قرار میدم و اولین سلول محدودمون رو سلکت میکنم. به صورت پیش‌فرض به حالت مطلق داره اینو سلکت میکنه، ولی F4 رو میزنیم تا حالت مطلقش فقط روی ستون ایجاد بشه و بعد میذاریم بزرگتر از 0. این شد فرمولمون. حالا قسمت فرمت، یه فرمتی براش در نظر میگیریم. برای مثال من میام توی قسمت بوردر و بوردر رو به این شکل براش در نظر میگیرم. اوکی رو میزنیم و به این شکل میبینید که برای ما بوردر ایجاد میکنه. ولی اگر بازه زمانیمون تغییر بکنه میبینید که به تعداد خروجی که داریم داره بوردر ایجاد میکنه. حالا ما توی این مثال فقط بوردر در نظر گرفتیم، ولی شما توی قسمت فیلد میتونید تمامی مواردی رو که میخواین به صورت شخصی سازی شده داشته باشید. موفق باشید.